تزکیه معنیش اینه که انسان از درون خود را بسازه و درونش را مورد توجه قرار بدهد. اگر ہمیں پردے کا نبکشن کمی ہوا کشی سارتے یہ میں اس طرح یا درمہ کمان بلا تھا درودی ختم فرمائی. تزکیه معنیش آن است که انسان تلاش کنه که خودش را از درون بسازه، قلبش را بسازد. مرکز انسان قلب انسانی که رئیس الاعضاء است و بر همه بدن و تمام اعضای بدن قلب است که فرمان روایی می کند و هرچه که اراده می کند همه اعضای بدن از او پیروی می کنند و اطاعت می کنند. بله عزیزان، نکته مهمی است که تا زمانی که قلب اصلاح نشود و تحول در قلب به وجود نیاید و قلب متحول نشود انسان متحول نمیشه و باید قلب مورد توجه قرار بگیرد و قلب اصلاح بشه. تکبر و خودخواهی و منیت که در بشر موجوده همه اینها از قلبن، در قلب اینها به وجود میآیند و قلبی که این تصورات و خیالات داره و بعد در بقیه اعضای بدن بر همه چیزی که در قلب موجوده عمل میکنند. لہذا همه انبیاء علیهم السلام و همه راهنماهای دینی این نکته را مورد توجه قرار دادند که در قلب ایمان قرار بگیره و هدایت در درون قلب داخل بشه و تکبر و خودخواهی و حب جاه و حب مال، مراد از حب مال حب شدید ماله، حب سخت ماله و الا محبت مال اشکال نداره توی دل انسان بیاید، ولی اگر محبت مال انقدر بیاید که انسان فرق حرام و حلال نکنه، فرق مال خودش را و دیگران را نکند، از راه ربا و از راه رشوه و از راه اختلاس به مال بخواهد دست حاصل بکنه، این حب شدید ماله و این قلب کاملا فاسد میکنه و از بین میبره. عزت نفس بسیار خوب است که در انسان باشه که خودش را ذلیل نکنه، خار نکنه، ولی اگر انسان احساس کنه، احساس برتری بکنه که از دیگران بالاتر هست، از دیگران بهتره، از دیگران خوبتره، برای خودش یک سری امتیازات قائل بشه، این سروران گرامی خطرناکه. و لحاظا این تکبر اینی که انسان برتری بجوید از دیگران و خود را بهتر و برتر از دیگران بداند، این قلب فاسد میکنه. حسد و کینه قلب فاسد میکنه. خودخواهی و حب جاه و حب مال، حب جاه فست و مقام وقتی محبتش در دل می آید دل انسان فاسد میکنه و تمام اعضای بدن فاسد می شود. روی این نباید در قلب ورود بکنه، چیزی که قلب از من ببره
و چیزی که ما را از مسیر بندگی الله تغییر بده، از مسیر خداخواهی ما را تغییر بده، و چیزی بیاید که ما را به مخالفت از دستورات خدا وادار بکنه، ما وادار بشیم که برخلاف دستورات الهی و فرمان پروردگار عمل بکنیم. اینها باید از قلب زدوده بشه و انسان تا از درون پاک بشه و دل انسان پاک بشه. توی دلش به هر حال مرکز گناه و معصیت، تصورات گناه و خیالات گناه و وساوس گناه را شیطان در قلب وارد نکنه، و وقتی که خیالات گناه را میاره ما این خیالات باید دلمون دفع کنه. و این برای این برنامه که انسان از درون پاک بشه همین احکام الله تعالی گذاشته است. نماز گذاشته، روزه را گذاشته، حج و زکات گذاشته است. و این اعمال که ایام شعبان هست و بعد از شعبان رمضان ماهای خاصن، ماهای خودسازیان و ماهای توجه به خودان، برطرف کردن ضعف‌های خود، برطرف کردن کوتاهی هایی که در ماهای دیگه داشتیم، غفلت هایی که سر ما بوده در ماهای دیگر، اینها را در این ماها ما از خود دور کنیم، بیشتر الله را یاد کنیم، بیشتر خدا را ذکر کنیم، بیشتر توجه به آخرت بکنیم و به نماز بیشتر متوسل بشیم، به تلاوت قرآن، به ذکر الله تعالی، به پرداخت زکات اموالمون بدیم، چرا که زکات ما را تزکیه می کند و ما را پاک می گردانه. وقتی این زکات پرداخت بشه به نیت رضامندی الله و اخلاص توش باشه، به فقرا، به مساکین، به زندانی ها، خانواده زندانی، به آنهایی که مشکل دارن، ایام سختی است و مردم بسیار بخشای بزرگی از جامعه با مشکلات مواجهند، رسیدگی کردن به اینها و به درب اینها و خانه اینها رسوندن چیزی به این مایه تزکیه میشه، مایه پاکی قلب میشه، پاکی درون میشه، مایه ارتباط با الله تعالی میشود و اینها خیلی تاثیر گذارند. یعنی من تلاوت کردم از سوره مبارکه شمس و در این سوره الله تعالی 8-9 تا قسم یاد کرده و به تمام این مخلوقات بزرگ قسم یاد کرده است. و توجه داشته باشید که قسم ما مکلفیم و تحت قانونیم و لحاظا قانون خدا همینه که قسم بغیر از خدا به دیگه هیچ کسی برای ما جایز نیست، نه به آسمان جایزه، نه به زمین، نه به عرش، و حتی قسم به قرآن هم درست نیست. قسم فقط به الله که قرآن نازل کرده. اینجا که قرآن میارن که طرف دست بزنه میگن، بعضی خیال میکنه که قسم به قرآن میدن، نه، این قسم به الله تعالی میدن. میگه تو والله اون خدایی که قرآن نازل کرده، اون خدایی که آسمان و زمین خلق کرده این درسته، و اون خدایی که صاحب عرشه، ولی قسم فقط به الله سبحانه و تعالی است. هم به احادیث صریح این مسئله وارد شده و روی این قسم تنها و تنها به الله تعالی است، ولی الله تعالی نه، این قانون برای ماست، نه برای الله تعالی است. الله تعالی اینجا به مخلوقات بزرگ سوگند یاد کرده که سوگند الله تعالی به منزل شاهد گرفتنه و گواه گرفتنه. در بسیاری جا واضح همینطور اینجا الله تعالی به مخلوقات بزرگ مثل ماه و خورشید سوگند یاد کرده،
به شب و روز سوگندیت کرده، به آسمان و زمین سوگندیت کرده، به این مخلوقات عظام و مخلوقات بزرگ قسمیت می کند. به این نکته این همه سوگندر ردیف میشه که چه جای دیگه در قرآن این اندازه قسم پشت سر یک جا برای یک مطلب نیامده است به گمان بنده و یادداشت بنده. این اجا قسم یاد میکنه الله تعالی که قد افلح من زکاها، به تحقیق که به رستگاری رسید کسی که نفسش را تزکیه کرد و ناکام شد، کسی که به خساره افتاد او انسانی که نفسش را آلوده به گناه کرد، آلوده به معصیت کرد، نفسش آلوده به تکبر شد، نفسش آلوده به حسد شد، به خودخواهی گرفتار شد، به جاه طلبی برای جاه و مقام. چقدر انسانای دیگر الله تفار میکنن و نابود میکنن، برای رسیدن به مال وقت گرفتار حب مال میشن، انسان ها را نابود میکنند و میکشند و حقشون را نادیده میگیرن که به این مقصد برسن. لہذا کسانی که او خود را تزکیه نکردند و نفس را آلوده معصیت کردند به زیان و خساره و نقصان دچار شدند و این حاصل این سوگندهای متعدد همین یک مطلبه که قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. و روی این سروران گرامی مهمه که ما از خودمون غافل نباشیم و ما توجه داشته باشیم به خودمون، به قلبمون، به خود خوشبین نباشیم، به خودمون بدبین باشیم، ضعف‌هایمون را نگاه کنیم، دقت کنیم. بسیار از بندگان صالح اونها بودن که پیش دیگران میرفتن، به دیگران میگفتن، به نزدیکانشون که شما عیبهای ما را بیان کنید که ما در ما شما چه عیبهایی میبینید که من اصلاح کنم، ضعف‌های ما چیه که ما اصلاح بکنیم. انسان بی ضعف نیست، همه انسان ها در ضعفن. اون ذاتی که پاک از همه عیبها و هیچی در وجود نداره، او ذات یگانه الله تعالی. انسان بی ضعف نیست، هر یک جای میلنگه، یک جای لنگش در امثال ماها که ضعف شد بیشماران خیال و ضعف دارن، ولی اون پاکان که پاک بودن هم یک جای لنگش برایشون پیش آمد که تا این که متوجه بشن که این خدایی که در اون لغزش نمی آید، این خدایی که برقراره و یکسانه در اون تغییر و تحول نمی آید. انسان هر مقام داشته باشه، یک جایی میبینید که عصبانی بیجا میشه، یک جایی میبینید که یک اشتباهی از دستش انجام میگیره و این نشانه اینه که انسان به هر حال غافل نباشه، بیدار باشه و متوجه باشه که ضعف‌ها به او ورود نکنن و دچار مشکل نشود. و این ماهای اینن که انسان فکر کنه در رابطه با تزکیه‌اش، اصلاحش. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در ماه شعبان روزه گرفتن، از ماهای دیگر بیش هیچ ماه نبود که حضرت روزه نفلی نگیره و روزه میگرفت، میخورد. اما در ماه شعبان بیشتر از ماهای دیگر روزه میگرفتن و ماه رمضان را کامل روزه میگرفتن. و مردم عزیز این نکته را توجه بکنن که قبل از رسیدن رمضان سعی کنید که به خودتون برگردید، به خودتون توجه کنید و آمادگی داشته باشید برای ماه رمضان
که درهای بزرگ رحمت الهی باز میشن و من و شما محروم نشیم. و هم این الان بهترین فرصت است. استغفار به کثرت و توبه به کثرت. و عزیزان من، بزرگترین جهاد در اینه که ما با خودمون، با نفسمون جهاد کنیم، که نفس را وادار کنیم. جهاد با نفس اینه که نفس وادار کنیم که از الله اطاعت کنه. مجاهده و تزکیه دو تا واژن هر دو. و مجاهده همینه که ما نفس مجبور بکنیم به اطاعت الله، نفس ممانعت کنیم و جلو بگیریم از اینکه الله تعالی رو نافرمانی بکنه. نفس وقتی که شبین حیوان را شما ببرید که گرسنگی هم داشته باشه، از کنار مزرعه و سبزی حیوان رو رد بکنید، اسب باشه، شتر باشه یا هر حیوان باشه، خود را به سبزی میکشه که سبزی را بخوره. گناه هم مثل همین سبزی ها سرسبزن جلو نفس انسان، و گناه را که میبینید نفس خود را میکشه. میبینید که خیال غیبت در دلش میآید که غیبت بکنه و کسی حرفی بزنه، دروغ در دلش میآید، دیگه گناه در دلش میآید، نفس میل میکنه به گناه. ولهذا کنترل نفس و جلوگیری نفس از گناه این مجاهده میخواهد که باید مجاهده کنید، مهار کنید نفس را که به گناه نره، به حقوق دیگران تعرض نکنه، به آبروی دیگران تعرض نکند و الله را نافرمانی نکند. و این جهاد نفس وادار کنید که نماز صبح را برقرار بکنه، نماز 5 وقت را بخوند، روزه‌اش را بگیره، زکاتش را بده، حق مردم را بده، مال مردم را اون پرداخت بکنه، حقوق مردم را رعایت کند، حقوق ناس رعایت بشه، حقوق الله رعایت بشه. این جهاد با نفس و مجاهده با نفس، هم باید با نفس مجاهده انجام بگیره و هم تزکیه نفس انجام بگیره. اون چیزی که وادار میکنه ما را به گناه، ببینی که او چیه، علت چیه که ما به گناه خود را میکشیم، نفس میکشه خود را به گناه. ولهذا تکبر، غرور، خودخواهی، خود را پاک میدانه، خود را مقدس میدانه، خود را از دیگران برتر و بهتر میدانه، یا او که به مال دیگران میل داره و میکشه و کارای خلاف و اختلاس و غیره حب ماله. ولهذا باید رو اصل که علت اصلی هست و در قلب قرار داره با او مبارزه بشه که او تزکیه بشه و اصلاح بشه و انسان فکر کنه که من از چه چیزی خلق شدم و چه هستم و چقدر نیاز و حاجت دارم. روزی که کنار آب برم و نیاز انسان به دستشویی پیدا میکنه و آنجا که میره راضی نیست که هیچ کسی او را ببینه و مخفیانه او را توی جنگل ها دور میرفتن و خود را جای میپوشیدن برای قضای حاجتاش. لحظه انسان همینه که در وجودش، در خود شکمش بالاخره چه چیزهای موجوده. لحظه اینه را فکر کنه چه چیزی پیدا شده و بعد میره توی قبر چی میشه انسان آنجا که برود، تمام بدنش به هم میریزه و به خاک یکسان میشه. اول خود را و آخر خود را ببینه. ولهذا تکبر صفت الله است، شایسته بزرگی خدای و صفت خدا متکبر، یعنی او ذاتی که از همه برتر و بالا است و این صفت الله تعالی است. ما انسانیم و ضعیفیم و تکبر شایسته ما نیست. تکبر لباس پروردگاره و صفت الهی است. و همینطور نباید مال محبتش انقدر در دل بیاید که حرام و حلال تشخیص نده،
و دست به مال بزنه از هر راهی که شده. ولهذا این تزکیه هست که انسان این چیزها را مورد توجه خودش قرار بده و این بهترین فرصت است هم مجاهده میشه و هم عزیزان من که نیکی انجام بدیم، خیر انجام بدیم. از شما خیر انجام بگیره. بسیاری در کشور ما خیر موجودند، از شهرهای بزرگ ایران می آیند و از گوشه گوشه می آیند و به فقرا، مساکین، مدرسه سازی، مدارس آموزش و پرورش می آیند، هزینه می کنند در بود تعلیم مردم، فرزندان این جامعه هزینه می کنند. ولهذا خیر خیلی این عمل خیلی بزرگی است و عمل خوبی است و شما هم فکر کنید در راه خیر در این ایام رسیدگی بکنید. و قرآن جای همین فرموزی الذی اعطى ماله و تزکا یعطی ماله یتزکا، مال میدهد و خودش را تزکیه میکنه، مال تزکیه میکنه، پرداخت مالی انسان تزکیه میکنه و عبادات، روزه و اعمال نیک و از خدا غافل نباشیم و غفلت از خود دور کنیم و الله تعالی منش از گناه پرهیز کنیم، نگاه‌هایمان را هم حفاظت کنیم و دلمون را هم همیشه سعی کنیم که پاک نگهداری کنیم و از وسواس شیطان دور کنیم. شیطان وسوسه میاره دفع کنیم، نماز با حضور قلب بخونیم و الله تعالی به من و شما توفیق نهایت کند. این یک مسئله که مطرح و خیلی ها پیگیرن، بسیاری مسئله همه اعدام ها هست که در کشور ما اعدام خیلی زیاد شده است و اعدام ها از بعد تهمت های گوناگون و مواد مخدر هست و اعدام های سیاسی هست و اعدام های دیگری موجود داره توی کشور ما. به هر حال این حال قتل که هست و قصاص هست و خیلی چیزهای دیگر توی کشور ما وجود داره و این چیزی است که همه ملت نگران کرده، همه مردم نگران کرده است و این یک واقعیت هست. نه تنها ملت ما را نگران کرده، ملت ایران را، بلکه تمام ملل دنیا و تمام دنیا از این اعدام ها تکان خورده است. چون اعدام ها به هر حال تبلیغ میشن و رسونده میشن همه جا و مخفی نمیمانند و مخالف است و موافق است و به هر حال وقتی که اینا میرن توی دنیا، همه دنیا را اینها به هر حال تکان میده این موضوع و همه ما خیرخواه کشور هستیم و ما نمیخواهیم چیزی تبلیغ بشه علیه کشور ما، علیه ملک ما که مایه بدنامی ملت و هم حاکمیت و هم ملت و هم کشور بشود و خیر همه را میخواهیم روی این مسئله را و حق همین مردمی که محکوم به اعدام میشن و حق اون مردمی است که عزیزانشون را از دست میدن. ولهذا روی این گذشته هم ما در این باره خیلی صحبت کردم و چند جمله در این باره صحبت میکنم و صحبت من به جای سیاسی صحبت علمی است و این استدلالی که می شود بیشتر از قرآن عظیم الشان استدلال می کنند و الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويسلبوا. این آیه که لفظ محاربه آمده است
و لفظ افساد فی الارض، فساد فی الارض آمده. لہذا قضات که حکم صادر می کنن محاربه می زنن و فساد فی الارض می زنن و میگه که لہذا این حکمش قتله. و توجه داشته باشید که یکی از اصولها در تفسیر قرآن عظیم الشان آنه که باید اولی چیزی که ما برگردیم به فهم قرآن خود سیره آن حضرت هست، چرا که بالاترین شخصیتی که قرآن را فهمیدن و ماموریتشون رسالتشون برای بود که آیات الهی را تلاوت کنن و به ما تفهیم کنن خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم. و خود قرآن عظیم الشان فرموده که لتبین للناس ما نزل الیهم، ما قرآن نازل کردیم تا این را شما بیان بدارید برای مردم. و ما ببینیم که آن حضرت که مفسر قرآن مبین قرآن خود آن حضرت چکار کردن، زندگی آن حضرت، سیره آن حضرت. آن حضرت توی زندگیش 10 سال آن حضرت حکومت کردن و چه حکومت زیبایی بود، چه عدالتی بود، چه آزادی بود. و دنیای خود را نساختن حضرت، دست خالی رفتند از دنیا، ولی دنیای مردم را ساختن. خود و آل بیتشون سختی کشیدن ولی دیگران اسیر و آباد کردن. و آن حضرت توی زندگیشون اگر بریم که چقدر قاتل بوده، شاید از انگشت یک دست هم بیشتر نشد. و قصاص بوده بیشتر، قصاص کسی که آدم کشه. این آیه هم مقصدش امینه که کسی که آدم بکشه. لہذا اگر کسی انسانی را بکشه کشته میشه، ولی اگر کسی انسان نکشه بالاخره کشته نمیشه. و این افساد میشه. این لفظی است که محاربه یا افساد که خیلی بر چیزه اگر اینطور عامش بگیریم خیلی انسانان که گرفتار این فساد میشوند. یکی اگر حالا دروغ بگی هم بگی که این مفسد فساد میکنه، تهمت بزنه، خودم که نمیکشم برای تهمت. یکی بالاخره حتی سرقت میکنه، سرقت سارقه هیچ وقت نمیکشن. حداقل اینی که سارق تبعی دیگری داره و قطع یدی داره، چیز دیگری داره. و یک اصولی که مسلم بوده در گذشته بین علماء، فقها، اندیشمندان جهان اسلام و این بوده که دو چیز را اینه خواستن دفع بکنن. یکی حد در دفع کنن، همون سارق که حتی سرقت کرده برای آن که قطع دست از او دفع بکنن، یا کسی که گرفتار عمل زنا شده و برای اینکه حد سرش اجرا بشه این سعی کردن که دفع کنه حد. کسی آمد جلو آن حضرت اقرار کرد که مرتکب عمل زنا شده، گفت تو آدم خوبی هستی و تو زنا نکردی، شاید طرف دست زدی، شاید حرف زدی، شاید یک چیزی کمتر از زنا بوده و رد کرد. آن حضرت چهره را جو برگردانید و اون طرف خودش آمد، او بعد دور زد و اون طرف آمد که من گرفتار این عمل شده. بعد آن حضرت رد کرد. میگه اگر کسی پیش قاضی بیاید و اقرار کنه به عمل زنا، قاضی از او نپذیره مگر که او 4 بار بیاید، 4 بار دور بزنه و آقا مصر باشه، او وقت این اقرارش را قبول بکنه. به 2 بار ردش کنه، 3 بار رد کنه. اگر شاهد آمد شهادت بده رد کنه شهادت. طبعا شما چه دیدید؟ بالاخره دیدید 2 نفر با آمن و بالاخره شما نمیتونید طور شهادت بدید و خیلی این حد تا اون جایی که میتونه میگه رد کنه. و
همینطور قصاص رد کنید. قتل مردم سنگینه و اینکه کسی را بزنند یا کسی شکنجه بشه یا کسی را مجبور به اعتراف بکنند، اصلا این اعتراف قابل قبول نیست از لحاظ شرعی. شریعت اقرار قبول نمی کنه، دین این قبول نمی کنه، قانون اساسی اینه نمی پذیره، قانون کشور نمی پذیره که کسی اجبار بشه به اعتراف و اقرار کنه به قتل کسی رو بکشد. خیلی این قتل سنگینه. شما عاد خلفای راشدین نگاه کنه، آنها کنار آنها منافقین بودن، ظاهر مسلمان و باطن غیر مسلمان. تمام اطلاعات آن حضرت را به دنیا می دادن و آن حضرت یکی راضی نگرفت و اعدامش نکرد، حرفی بین نزد، سپرد اینا را به الله تعالی. وقتی پیشنهاد داد حضرت رد کرد، گفت میگن که اگر من این کار انجام بدم، میگه حضرت رسول محمد صلی الله علیه وسلم ملت مردم خودش را میکشه، اون مردم خودش وفا نداره. این گفت که پیشنهاد دان حضرت نپذیرفت، رد کرد. خلفای راشدین کسی را اعدام نکردن. حضرت علی بهرحال که در میان درباره حضرت علی هیچ کسی اختلاف نداره، همه میگن که حضرت علی انسان لایق و شایسته و همه قبولش دارن و اکثریت قاطع مسلمانان دنیا همه صحابه را و خلفای راشدین قبول دارن. ولی حضرت علی چند تا اعدام داشته، چند نفر کشته حضرت علی. باید که دور حضرت علی اختلاف پیدا شد، مشکلات درست شد. حضرت علی جنگ جمل جنگی در صفین جنگی بین مسلمانان، دشمنان دین مسلمانان را با هم درگیر کردن. جنگ نهروان با خوارج بود، حضرت علی با اونا جنگیدن ولی خوارج تکفیر نکردن، مسلمانان یک دیگر کافر قرار ندادن و اسیران اینها را حضرت علی زندان هم نکردن. اسیران که گرفتن آزادشون کردن و اسیری را نکشتن، کسی را زینا نکشتن و اعدام نبود در زندگی. 6 ماه بعد از حضرت علی حضرت حسن آمد و حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چند نفر اعدام کرد. ولی حضرت برداشت از قرآن عظیم و شان. اولا که این برداشت مال صحابه نیست و این برداشت حضرت رسول نیست، این برداشت حضرت علی و حضرت حسن و اهل بیت نیست و این اکثریت قاطع مسلمانان که او چیزی که گاهی بنده یاد میکنم به عنوان قرائت ما، البته ما در قرائت ما ذمه همه را نمید. قرائت ما یعنی اسلام اعتدالی، اسلام میانه و اسلام وسطیه. ما اصلا اعتقاد ما اینه که این اعدام ها درست نیستن. اینام برای کشور تبعات دارن، برای مسئولان تبعات دارن، برای همه تبعات دارن، تبعات دنیا و آخرت. اولا این افراد که کشته میشوند چقدر مردم ازادار میشن و خانواده ها متلاشی میشن. توی همه سیستان و بلوچستان چقدر بچه ها یتیمن، چقدر زن ها بیوه شدن، خانواده ها سرپرست بی سرپرست شدن. بیشتر برای مواد مخدر این مثلا جمع گرفته و هیچ کسی نه دولت اینا رو تکفل کرده نه ملت. اینا بسیاری گدایی میکنن، سوال میکنن و از تحصیل عقب ماندن، از علم و دانش ماندن و این نقصان اگر پدران این زنده بودن اینها را حداقل برای علم میبردن، اینا را به جای که اعدام بکنن به صورت دیگری اینا را بالاخره جریمه میکردن، زندان میکردن ولی خودشون را نمیکشت. و این همه اعدام ها برای مواد مخدر که تا الان انجام گرفته با هیچ فایده نداشته.
و ثمره نداشته، جلوی مواد مخدره نگرفته. و این ادامه که آل محمد 45 ساله اون یه آقایی که قاضی بود یک زمانه و او چند انسان ها را قتل کرد و کشت برای مواد مخدر، برای قتل سیاسی، و خودش رفت و خدا بدانی خودش را گرفتار آخرت کرد، ولی هیچ فایده نداشتم اینجا. لذا وقتی که این مبارزه همیشه باید همه جانبه بشه و تمام ابعاد در نظر بگیرن، ممانعت از یک طرف و از طرف دیگر باید برنامه‌ریزی اقتصادی بشه، ایجاد شغل، ایجاد کارآفرینی تا مردم بتوانند مسئول باشند و از یک راه نانی برای خودشون در بیارن و دنبال مواد مخدر که واقعا نقصانه، واقعا ضرره و واقعا بلا و آفت است، آفت ملت ها است و آفت جهانیه و یکی از پدیده های شوم و زشته. لحاظ مردم گرفتاری اون نشن، به دام مواد مخدر برای لقمه نان نیفتن. و همینطور عزیزان قتل سیاسی هم نتوانسته اینه که به هر اینه را محارزت برزدن، مفسد فی الارض قرار دادن و کشتن، نتوانسته مردم را از مطالباتشون منصرف بکنه. مردم ایران هم مطالبه دارن و خواسته دارن و خواستهشون خواسته های به حق و مردم مطالبهشون روز به روز موجوده و خیرخواه کشوران دل سوز کشور خودشون هستند و میخواهند که کشور در یک مسیر صحیح، در یک مسیر درسته که مشکلات همه را حل بکنه و بالاخره این گرفتاری که الان پیش آمده است که هم پول ارزشش را از دست داده و هم پول پیدا نمیشه و مردم به فقر مواجهند و دیگه مسائل معنوی موجود است. از لحاظ مادی و معنوی مردم ایران در سطح بالا قرار بگیرن و در یک مسیر درست قرار بگیرن. این مطالبه مردم باقی هست. قتل سیاسی هم قتل مناسب نیست، اعدام سیاسی. مردم آواز خیلی شکایت دارن که برای خاطر عقیده بگیرن. مردم آواز خیلی عرب های آواز بیشتر، برادران عربان ما هستند و اینجا اقوام زندگی میکنن در ایران. همه این اقوام اخوت و برادریه، هم وطنی دارن، هم اسلامی دارن و هم برادری انسان. ما با همه انسانیت، با همه انسان ها برادریم و اخوت ما اخوت انسانیه. ما روی انسانیت فکر میکنیم، روی اسلام فکر میکنیم و ملئین و همه اقوامی که اینجا توی ایران زندگی میکنن به هر حال روی وطن فکر میکنیم که وطن مشترک داریم، کنار هم بودیم و هستیم و لحظه وطن من بسازیم و تمامیت ارضیمون، امنیت کشورمون، همه اینها برای همه اقوام ایرانی و سربلندی عزت اسلام، عزت ایران، عزت کشور و عزت این ملت و مردم من برای ما خیلی مهمه و حیاتی هست. و مردم ایران بسیار فکر روشنی دارن الحمدلله، کنار هم هستن مردم، هم اندیشی دارن، هم بستگی دارن و همه این مردم خواستار اینن که اعدام، هر اعدام باشه متوقف باشه به جز قصاص. کسی قتل کرده، کسی قصاص بر سرش است، اقرار اجباری نکرده، روی اختیاری اقرار کرده، او بالاخره میتوانید قصاصش بکنید و اگر ولی دم و ولی دم ببخشن او را هم نمیشه قصاص کرد. به هر حال اونجایی که این آیه قرآن تفسیرش همینه که محاربه و افساد فی الارض وقتی همراه با قتل باشه، همراه رهزنی بکنه و مردم بکشه، ما تازه اگر رهزن مال ببره و مردم نکشه و کشتن او جایز نیست. قتل نکرده
مال برده، آقا دیگه تنبیه داره و دیگه مجازات داره. و لحاظا اگر کسی سلام داشته باشه و نکشه آدمی را، کشتن او جایز نیست. و اگر یک گروهی حتی قیام بکنه، یک گروهی قیام بکنه و کسی از این مرتکب قتل بشه، کشتن او جایزه. ولی این که توی گروهی هست که اینا قیام کردن و کشتن اونها جایز نیست که مسلحانه کردن. چرا حضرت علی اونهایی که بعد حضرت علی در جنگ صفین درگیر شدن، در جنگ جمل درگیر شدن، در نهروان درگیر شدن، حضرت علی اصلا اونها رو چرا نکشت؟ توی جنگ یک دیگر رو زدن، هر دو طرف زدن، ولی بعد از جنگ هیچ کدوم اسیران دیگری را نکشتن، رها کردن. اما دیگه کسی بالاتر بالاخره از این بزرگان نداریم. بزرگترین مدرک ما زندگی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، زندگی خلفای راشدین، زندگی حضرت علی، ما زندگی حضرت حسن. و بالاخره این مسئله که ما خیرخواهانه میدیم به همه، به هر حال مسئولان امر که روی مسئله فکر کنند، اعدام متوقف کنید، چرا که اعدام ضربه میزنه. و ما اعتقادمون اینه که هم خدا ناراضه، هم ملت ناراضه، خواسته ملته. و یک واقعیت هست، نه من شعار میدم، واقعیت میگم که شما این مسئله رو متوقف کنید، به نفع شما میشه، به خیر شما میشه. و آخرین و به هر حال شما هرچه به ملت توجه کنید، ملت، این ملت ایران چه میخواهد؟ ملت عدالت میخواهد، ملت انصاف میخواهد، ملت میخواهد که تمام تمرکز روی کشور انجام میگیره، پول ایران خارج نره. این همه خواست همه ما هست، همه ملته، چرا که ملت خودش گرسنه‌ایه. همون مثالی که همیشه میگم که چراغی که به خانه نیازه، به مسجد رو نیست. آقا شما دو تا چراغ داری در خانه که رو بیاری مسجد، و این مردم گرسنه اینا باید هر چی دارن اینجا به ملت خرج بشه، و اینجا ملت همین میخواد. ملت حرمتش را توی دنیا بیارد. و حالا اینجا نمیشه که همه چیز تکرار کرد. در آزادی میخواد، ملت میخواد که روزنامه نگاران و روزنامه و به هر حال رسانه ها آزادی داشته باشه. این نباشه که روز یک فیلتر شکر ممنوع میکنید، امروز فردا چیز دیگری، فردا چیز دیگره، و میخواهید که هیچ اطلاعات مردم داشته نباشه، مبارزه میکنید با فضای مجازی. و نه، توی دنیا اینطور نیست. شما این دنیا را میبینید، توی دنیا آزادی است، دنیا حرف میزنن، مردم حرف میزنن. شما سعی بکنید که با رفتار و کردار و گفتار ما سعی بکنید که برای مردم حرفی نمانه و مردم مشکلاتش حل بشه. و مردم تفتان واقعا یکی از بهترین مردم این استان که انسانای خوبن، حاشیه تفتانه. و تفتان یک به هر حال منطقه است و کوهی است که به هر حال پیشانی سیستان و بلوچستان هست، و گردشگران داخلی و خارجی همیشه به تفتان می آیند. بهترین این کوهی است که یک منبع آبی بزرگه که همه اطراف تفتان تا دور تفتان هم آبش از تفتان تابع میشه. و قدیما این توی منطقه کوه برفی میگفتن، یعنی کوهی که همیشه توی تابستان هم برف داشت، الان برف نداره که بارندگی کم شده. قدیما وقت موقع تابستان شو میده این کوه هم سفیده و منبع آبی بزرگ منطقه هست و بهترین فضا داره. و اونجا مردمش هم مردم زحمتکش و کشاورز و دامدار و هم گوشت منطقه را از اونجا خیلی تامین میشه
و هم محصولات و میوه تامین میشه و این مردم خیلی زحمت کشن و الان این خیلی ناراضند این مردم و ناراضگیشون از مسئولان آنه که معدن هست اونجا، معدن های طلا هست و بالاخره این شرکت های گردن کلفت آمدن که معدن ها را برداشت بکنن و خیلی در حد وسیع فعالیت بکنن و این معدن ها که اینجا کار بکنه کل اون منطقه آلوده میشه. اینه دلایل در این مردم، دلایل دارن که محیط زیست دچار مشکل میشه، زندگی مردم دچار اختلال میشه و بسیاری از این مردم اونجا باید کوچ کنه از اونجا و این چیزی که برای هیچ یک از مردم استان خوشایند نیست. این خواسته تنها مردم تفتان نیست و خواسته کل استانه، مردم استانه. اگر اینجا خیری وجود داره و همین مردم که گرسنه‌اند، بدبختی کشیدن، مردن برای این سرزمین آبا و اجدادشون، چرا این خیر به اینها نرسه؟ شرکت‌های بیارند که اصلا شرکت‌هایی که معلوم نیست که اینا کجا خرج میکنن و این پولها را با این شرایطی که توی کشور ما متاسفانه رانت بازی هست کجا ببرن اینا خرج کنن و مردم نگرانن روی این مسئله. اینجا سرمایه هست، کوه گنجی هست در تفتان، این کوه گنجش باید به همه مردم خرج بشه، همین که اینا هستن و بالاخره و بعد هم نباید این محیط زیست ضربه بزنه، نباید آبها را خراب بکنه، نباید اون مردم از اونجا کوچ کنن و بالاخره باید مردم رضایتشون گرفته بشه، حل بشه. تا شما این مسئله حل نکردید از مسئولان درخواست من اینه که اینا متوقف کنن عملیات این کار را و دیر شده. ولی دو تا مطلب مانده که اسرائیل به هر حال اصرار داره که 30,000 نفر تقریبا هلوهوش 30,000 نفر از فلسطینی ها را کشته از اسرائیل، زن و بچه و بیدفاع و شهرها را ویران کرده، غزه را و شهرهای و منطقه غزه را همه ویران کرده و علا آستین بالا زده که چونکه همه حماسی ها افراد حماس کشته نشدن و از بین نرفتن، باید به رفح آخری پناهگاه این آوارگان که 1.5 میلیون نفر در رفح پناه گرفته اونجا میخواد حمله بکنه و این هنوز میگه حماس باقی مانده و من باید حماس نابود بکنم. شما 30,000 نفر کشتید، بالاخره از شما چقدر کشته در مقابل چند نفر؟ در مقابل 30,000 کشتید در مقابل 1000 خورده، 1000 و چند صد نفر از یهودی ها که توسط حماس یا کشته شدن و یا اسیر شدن، شما 1000 نفر کشتید یا ببخشید 30,000 کشتید و در این 30,000 اکثر غیر نظامی هستند و نظامی هم هست، حداقل 2-3,000 نفر ما میگیم در میان اینها افراد حماس هم شما کشتید، سرانشون را کشتید و شما میخواهید که همه فلسطینی را بکشید تا این حماس کشته بشه. خیلی کجای عقله، کجای منطقه، کجای انصافه، کجای انسانیت هست؟ انسانیت باید در نظر این ملت ها چرا شما اینقدر بدبخت کردید و بالاخره ویران میکنید؟ دیگر راه هست، راه کشتن به کشتن. اینا شما که اینا برگردانید حماس ای مردم فلسطینی جای دیگه ندارن، شما یک جای دیگه پیدا کنید که اینا برن. از رفح کجا برن؟ اروپایی ها میگن با این جا ندارن، سازمان ملل میگه این مردم رفح جای دیگه ندارن، این آخری جایی ایناست. امریکایی ها میگه این آقا جای ندارن، ولی اون دولت تندرای اسرائیل اصرار داره که نه،
من تا زمانی که حماس کلا نابود نکنم من بالاخره فیروز نشدم. بابا شما میخواید اما ملت بکشید، ملت نابود بکنید. شما کشتید، شما خودتون میگید که 4 قسمت اعظم حماسی ها را از من بردید و هنوز توبه مانده و شما دیگر راه سیاسی هست، راه سیاسی وارد میشید. مسائل همه از راه نظامی حل نمی کنند، از راه کشتن مردم حل نمی کنند و این خلاف عقل و منطقه و شما راه دیگه سیاسی هست، از راه سیاسی وارد بشید. بقیه مسائلتون که شما اختلافات داری از راه سیاسی حل کنید. و لحظه به طوری که بیانیه قطعنامه شورای امنیت را ببخشید سازمان ملل را وتو کردن امریکا، این وتو در این شرایط مخصوصا خلاف عقل بود و خلاف انصاف بود. امریکایی‌ها باید انصاف میکردن، نباید این وتو میکردن. وقتی که خودشون میگه ما مخالف حمله به رفعیم، چرا اونها قطعنامه آتش بس فوری را چرا وتو کردن و امریکایی ها این کارشون نادرسته و تمام ملت و مردم دنیا ناراضن و ملامت میکنن امریکایی ها را برای این کارا. لذا ما معتقدیم که باید آتش بس فوری بشه و اینا بشینن مذاکره بکنن و سرزمینه فلسطین برگرده فلسطین، صلح توافق عادلانه حاصل بشه، مردم فلسطین به سرنوشتشون حاکم بشن تا این اختلاف دینی حل بشه و اسیران هم فوری آزاد بشن. والله تعالی انصاف بکنه. جاده های به استان تصادف خیلی زیاده و درخواست من از همه شما، همه رانندگان آنه که به احتیاط رانندگی بکنن و تندروی نشه، قوانین راهنمایی و رانندگی را در نظر بگیرن و تابلوهای راهنمایی و رانندگی که در جاده ها میزنه و علاماتی که علامت گذاری میکنن، جای پیچی هست، جای باید سرعت کم بشه، جای سرعت مجازه. لحظه این تابلوها که برای راهنمایی رانندگان نباید این را کسی جمع بکنه. شکایت میرسه که تابلوها را بعضی جمع میکنن و بالاخره این کار درست نیست. این ظلم میشه در حق بالاخره همه مردم، همه مسافران که از این جاده تردد میکنن. احتیاط هر اندازه بیشتر بشه بهتره. و صلی الله علی سیدنا محمد.